در مورد زمان چی گفته میشه در علم؟ مهمترین مسائل مرتبط با زمان در نظریه‌های علمی امروز شاید بشه در 3 دسته خلاصه‌شون کرد، اگرچه که کلیت بحث خیلی مفصل‌تر از اینا خواهد شد. اما بحث آغاز و پایان زمانه که علم و نظریه‌های علمی دربارش نظر دارند، صحبت کردند، و بحث پیکان زمان، اصطلاحاً جهتی که زمان درش جریان داره و پیش میره. درباره اینها تو نظریه‌های علمی، علم مدرن خیلی صحبت شده. درباره آغاز زمان از نظر تاریخ علمی ما زمان زیادی نیست که میدونیم بر اساس یافته‌های علم جدید که زمان در جایی شروع شده، آغاز داشته در واقع جهانی که ما توش زندگی میکنیم. و تا حتی همین دهه 40 و 50 هنوز رقابت بود بین 2 تا نظریه مهم و رقیب کیهانشناسی که نظریه اول نظریه استدی استیت بود، نظریه حالت پایا که بسیاری از کیهانشناسان مطرح در اون زمان ازش حمایت می‌کردند. نظریه‌ای که معتقد بود اساساً زمان یعنی گیتی ما آغازی نداشته بلکه همواره وجود داشته و از هرمان باندی گرفته تا گولد و حتی سر فردریک هویل از این دیدگاه حمایت می‌کردند. ولی نظریه‌ای که اساساً با ادوین هابل شروع شد و شکل گرفت و ایده لومتر این بود که اساساً جهان ما، گیتی ما آغازی داشته و اگر در زمان به عقب برگردیم به جایی خواهیم رسید که روز گذشته یا دیروزی نداشته. و بر اساس شواهدی که در کیهانشناسی مدرن میدونیم امروز، این پایه و ریشه اصلی صورتبندی نظریه بیگ بنگ هست که جهان ما مهبانگ یا بیگ بنگ که جهان ما، گیتی ما در حدود 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش به وجود آمده. یعنی اگر بپذیریم که آغاز جهان با بیگ بنگ اتفاق افتاده و فضا و زمان ایجاد شدن در جریان یک فرایندی، یک اتفاقی رخ دادی به اسم مهبانگ، اون وقت بسیاری از تفسیرهایی که از نظر بیگ بنگ وجود داره اینه که زمان و فضا با مهبانگ شروع شده. البته که باز هم نظریه‌های کیهانشناسی وجود دارند پیشا مهبانگی اصطلاحاً میگن که زمان یعنی در واقع گیتی‌های پیش از جهان ما هم وجود داشتن و زمان با بیگ بنگ خلق نشده. راجع به پیشا بیگ بنگ یا مهبانگ صحبت خواهیم کرد، اما این در مورد شروع زمان که یک نظریه میگه که زمان شروع داره، شاید بشه گفت که همزمان با بیگ بنگ ایجاد میشه، و نظریه دیگه میگه نه، پیش از اون هم وجود داشته. در مورد مرگ زمان چی گفته میشه؟ مقوله دوم یا هیته دوم بحث علمی. همه اینها یعنی نظریه‌های هم پیشا مهبانگی و هم نظریاتی درباره مرگ جهان ما خیلی با نسبیت عام و با کیهانشناسی مدرن در هم تنیده است و در واقع اینها تفاسیری است که درباره فرجام جهان، فرجام گیتی ما در کیهانشناسی گفته میشه و بر اساس اون سناریوهایی مطرح میشه. اینا مدل هست در واقع. حتی کلمه نظریه هم اینجا شاید اطلاقش خیلی مناسب نباشه. سناریوهای پیشنهادی و محتملی مطرح میشه درباره اینکه فرجام جهان ما چه خواهد شد. بر اساس برخی از این سناریوها که خب سازگاری درونی هم دارن از نظر محتوای علمی و مشاهداتیشون، گیتی ما همینطور به شکل حال حاضرش اگر به انبساطش ادامه بده جایی دچار فروپاشی خواهد شد و حتی زمانش رو هم میشه محاسبه کرد که طی یک بازی چند 10 میلیارد ساله ممکنه دچار فروپاشی بشه. خیلی نباید نگران باشیم چندین میلیارد یا نظریه‌های مختلفی وجود داره درباره این، اما به جز این چه نظریه‌ای هست؟ یعنی نظریه اول اینه که اینقدر این انبساط ادامه خواهد یافت که از هم ساختار و بافتار جهان در واقع از هم متلاشی میشه و دچار فروپاشی میشه جهان. و خب نظریه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که اون هم یک بحث دیگه مثل دیدگاه‌های راجر پنروزه که در واقع کل این حلقه‌های خلق و نابودی جهان رو حلقه‌های یک زنجیری میدونه، بهش میگن کیهانشناسی چرخه‌ای که این فرایند مدام تکرار میشه، یعنی ادوار مختلفی خواهد داشت. خیلی نگران نباشیم. و بیگ بنگی که ما تجربه میکنیم آخرین بیگ بنگی که ما تونستیم در واقع ردیابی کنیم و جهانی پیش از اون هم وجود داشته. خب هیته سوم یا پرس سوم گفتید؟ پیکان زمان. پیکان زمان این چیه که توی مقدمه بهش اشاره کردیم؟ جهت زمان هم خب در علم جدید ما میتونیم پیکان‌های زمان یا جهت‌های زمان مختلفی رو تعریف کنیم.
یکیش پیکان زمان روانشناختی اصطلاحاً که خیلی ملموسه برای هممون، یعنی به عبارتی پاسخ به این پرسشی که چرا ما گذشته رو به خاطر میآوریم ولی آینده رو به خاطر نمیآوریم. پیکان زمان کیهان شناختی هم داریم، این هم یک تعریف علمیه که در واقع جهتیه که توش کهکشان‌ها از هم دور میشن و انبساط جهان داره رخ میده، یک تغییره. صحبت کردیم در ارتباط با شروع. دقیقاً. بله. و پیکان زمان ترمودینامیکی که خب اون محور اصلی صحبت من خواهد بود، مورد سوم، اگرچه که میشه پیکان‌های زمان الکترومغناطیسی حتی کوانتومی هم تعریف کرد، ولی بحث بر سر این که آیا همه اینها قابل تحویل یا تقلیل به پیکان زمان ترمودینامیکی که الان دربارش صحبت میکنم هستن یا نه. خیلی مختصر به ما بگید که وقتی میگیم پیکان زمان ترمودینامیکی یعنی چی؟ ببینید، قوانین فیزیک کلاسیک از معادلات ماکسول گرفته تا قوانین حرکت نیوتنی، در هیچ جای فیزیک شما یک سویه بودن پدیده ها رو پیدا نمی کنید. یعنی پدیده های فیزیک نسبت به وارونگی زمان بی تفاوتن. یعنی براشون مهم نیست که یک رخدادی اگر شما معکوسشون رو هم روی کاغذ البته ببینید که داره رخ میده، هیچ تناقضی با قوانین فیزیک کلاسیک نداره. توپ بیلیاردی که به توپ‌های دیگه برخورد میکنه اگر معکوسش کنید قوانین نیوتن نقض نمیشن این وسط. هیچ مشکل و مانعی براش ایجاد نمیکنه. اما یک بخشی به صورت عجیبی از فیزیک وجود داره و اون هم ترمودینامیکه و اون هم قانون دوم ترمودینامیکه که نسبت به این حساسه. چرا عجیب؟ به خاطر اینکه در ترمودینامیک اصولا صحبتی از زمان نیست. یعنی شما هیچ جای ترمودینامیک ترم زمان و تی رو واردش نمی‌کنید. اون در مسائل انتقال حرارته که زمان وارد میشه. در ترمودینامیک اصولا زمان نقشی بازی نمی‌کنه. اما پیکان زمان خودش رو در قانون دوم ترمودینامیک نشون میده. تنها جایی از فیزیکی که پیکان زمان خودش رو نشون میده. به چه شکل؟ به این شکل که در ترمودینامیک، در قانون دوم ترمودینامیک، مجوز این رو ما نداریم که پدیده ها به هر جهتی که دلشون بخواد رخ بدن. طبیعت فقط در یک جهت پیش میره، یعنی فقط از سمت گرم به سرد جریان انرژی میتونه انتقال پیدا کنه. به عبارتی طبیعت دو فرم انرژی یعنی گرما و کار رو بر سر تبدیلشون به همدیگه یک مانعی قرار داده در جهت تبدیل این دوتا. یعنی این تبدیل همیشه یک طرف است. به عبارتی طبیعت اجازه میده که شما هر چقدر که دلتون بخواد کار رو به گرما تبدیل کنید و کمترین مانعی بر سر راه شما نخواهد گذاشت. میتونید 100% کار خودتون رو به گرما تبدیل کنید. اما زمانی که صحبت از روند معکوس این میشه، یعنی تبدیل گرما به کار، کاری که انسان بعد از انقلاب صنعتی کرد به صورت کنترل شده، انسان از انقلاب صنعتی فهمید که من میتونم از گرما کار بگیرم. اینجاست که طبیعت سهم خودش رو اصطلاحاً طلب میکنه. میگه که شما نمیتونید هر چقدر که میخواد گرما رو به کار تبدیل کنید و من مانع میشم، میگم بسیار خوب گرما رو به کار تبدیل کنید ولی این بخشش رو باید به عنوان گرمای هدر رفته به طبیعت پس بدید. اصطلاحاً یه چیزی مثل باج و خراجه که طبیعت سهم خودش طبیعت داره میگه که این معادله یک طرف است. اگه تو بشر بخوای عکسش بکنی باید هزینه بدی. دقیقاً. درست میگم؟ این دقیقاً. در واقع پیکان زمان ترمودینامیک. دقیقاً. و این ایده‌ای که در واقع ایده کاملا انتزاعی و احتمالاتی که آنتروپی نامیده میشه، بله، در واقع از دل قانون دوم ترمودینامیک در میاد که به عبارتی این بی‌تقارنی که طبیعت فقط و فقط در جهت افزایش آنتروپی، در جهت میل به بی‌نظمی بیشتر میره، چون جهت داره، چون سویه داره، شبیه به جریان روند زمان از گذشته به حال و حال به آینده. چون این دوتا تنها جاهایی هستند که یک جهت و یک سویه دارن، این ایده پیش میاد که پیکان زمان در واقع همون افزایش آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیکه. خب